قاعده 85 صفات و افعال خالق را تعویل نکنیم. صفات و افعال الله را تعویل نکنیم. تعویل چی را میگن؟ تعویل در علمای سلف یعنی صحابه و تابعین و تبع تابعین تعویل نداشتن که صفات تعویل کنن. منظورم صفات است، فکرتان باشه صفات الله را اونا تعویل نمی کردن. وقتی یک صفت از صفت الله یا فعل، مثلا نام الله هست الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، در این زیاد تعویلات نمی کردن، بلکه معنای از او را درست می فهمیدن مطابق کتاب الله و سنت رسول الله. علامه زرقانی چی میگن؟ میگه تعویل در نزد متکلمین. ببینید این تعویل در نزد کی میگن؟ متکلمین، یعنی علمای خلف. دو قسم علما است، یکی علمای سلف است، علمای سابق که صحابه و تابعین و تبع تابعین است، خیر القرون است، و یکی علمای خلف که در جمله از این علمای خلف یک تعداد به نام چی هستن؟ متکلمین هستن. اینا میگن علمای متکلمین چی میگفتن؟ گردانیدن نصوص متشابه از معانی ظاهری به معنای دیگه بود. تیر تعویل میگفتن. مثلا میگفتن ید، ما از ید میکشیم چی میگیم؟ قدرت میگیم. اینو کی میگفتن؟ علمای متکلمین. البته مخالف آنچه که علمای سلف که آنان را تفویض می نمودن. علمای سلف چی میکردن؟ تفویض میکردن. تفویض چی رو میگن؟ من معنای ید میفهمم، ید به معنای دست است، معنایش میفهمم، کیفیت داره، ید الله به شک کیفیت داره. معنایش چی میکنی؟ من کیفیت ازیر به الله تفویض میکنم، چون مربوط غیب است، من در او سخن نمیگم. پس علمای سلف چی میکردن؟ تفویض میکردن. فهمیدین کلمه تفویضه؟ یعنی کیفیت صفات الله را و افعال الله را به الله میگذاشتن. میگفتن علم از این ما نداریم، الله میفهمه، والله اعلم. وقتی که میگفتی الله این صفت داره، نزول میکنه در شب قسمت سوم شب، بله در حدیث آمده که الله سبحانه و تعالی در ثلث اخیر شب چی میشه؟ بس سما دنیا نزول میکنه و بنده های خدا پرسان میکنه که کی مشکل داره دعا بکنید، من دعایتان بگیرم اجابت بکنم. خب آل امین نزول الله ثابت است؟ بله ثابت است. معنای نزول میفهمیم؟ بله میفهمیم. کیفیت نزول الله را ما نمیفهمیم، پس او را چی میکنیم؟ به الله تفویض میکنیم. فهمیدین اصطلاح تفویضه؟ ت ف واو یا زاد ضاد. فوض یفوض تفویضا. فوض الامر یعنی یک کار به یک کس دیگه چی کرد؟ گذاشت. پس در این قسمت الله علمای سلف کیفیت صفات الله را به خود الله چی میکنن؟ تفویض میکنن. میگن ما نمیفهمیم. فهمید یعنی؟ پس علما چند قسم شد؟ یکی سلف شد، یکی خلف شد. علمای سلف تفویض میکنن و علمای خلف چی میکردن؟ تعویل میکردن. نفهمیدین؟ خب